مرحبا دکتر. با عرض احترام و صمیمیتی به اندازه سلام عرض می کنم بر شما محترم پیشوای معظم و محبوب ملت. قدم های مبارک شما را که به دلها مهر و محبت، به دیده ها نور و ضیا و به گلگشت و خیابان ها سرسبزی و خرمی می بخشد، به دیار فیضبار فرخار باستانی صدقاً و از صمیم قلب خوش آمدید می گویم. سلامت باشید. سلامت باشید. عبدالرحمن زاده شیرین ما هستم، یک تن جوان خوش‌طالع ناحیه فرخار. ثمره دستگیری و غمخواری های خیرتمندانه شما محترم پیشوای ملت نسبت ما جوانان بود که بعد از ختم مؤسسه میانه توسط مرکز ملی تستی طریق رایگان به دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی داخل شده، عین حال دانشجوی کورس پنجم دانشگاه نام برده می باشند. در برابر دانشجو بودن سال دوم است که به حیث روزنامه‌نگار در تلویزیون کلاب کار و فعالیت نموده، ترغیبگر سیاست‌های خیرتمندانه بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان می باشم. در چهره تان نور کیان خندان است، نور ز شکوه خود تلان خندان است. ای سرور و پیشوا به دوران شما خورشید بلند آریان خندان است. تاریخ گواه است که در زمان دولتداری هخامنشیان کوروش کبیر، در زمان دولتداری سامانیان اسماعیل سامانی از پیشوایانی بودند که تاریخ و فرهنگ و تمدن را به پایه بلند پیشرفت رسانیده بودند. خوشبختانه در زمان صاحب استقلالی شما محترم پیشوای ملت هدیه خداوند برای تمام مردم تاجیک و تاجیکان جهان می باشید. سرنوشت ملت تاجیک با نام نیک شما سخت پیوند است و ما امروز شکرانه از آن می نماییم که در چنین وطن آباد و زیبا در زیر فضای صلح و ثبات زندگی می کنیم. جوانان ناحیه فرخار سیاست خیرتمندانه صلح پرورانه شما را سرمشق کار خود قرار داده در تمام ساحه‌های افضلیت‌ناک وطن عزیزمان کار و فعالیت نموده ایستادند. این سرور ما که عزیز همگان است، مشهورترین سرور با فضل زمان است. در پیرو او مانده قدم پیرو اویم، در مسلک این مرد خیرتمند و نکویم. سلامت باشه حسن. مایه افتخار است که برای بلند برداشتن ذوق و شوق هنرمندان به کسب و هنرهای مردمی از طرف شما محترم پیشوای ملت سالهای 2019 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده است. به مورد یادآور شدنی هستم که چکن قدیمترین که به فرهنگ غیر مادی یونسکو شامل گردیده است از دهه اتفاق ناحیه فرخار یافت گردیده است. ما بانوان و جوان دختران این ناحیه باستانی همیشه کوشش بران می نماییم تا در رشد و تکمیل این هنر قدیمه مردمی سهم نظررس خود را گذاریم و به جهانیان ثابت سازیم که تاجیکان در حقیقت مردم قدیمه، تمدن آفر، فرهنگ سالار و دارای مدنیت عتیقه می باشند. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، ما جوانان ناحیه فرخار پیروان اصیل سیاست بنیادکارانه، سازنده و صلح پرورانه شما بوده شما را باور می کنانیم که همیشه کوشش بران می نماییم تا در آباد و زیبا گردانیدن هر یک گوشه وطن عزیزمان در تحکیم پایه های استقلالیت دولتی و وحدت ملی سهم نظررس خود را گذاریم. چون پیروان اصیل پیشوای معظم ملت خویش بزرگ گردیده در خدمت خلق و وطن عزیز خویش باشیم
از آب وطن خاک وطن پیکر ماست. بگشاده بر روی دوستداران در ماست. پهنای وطن شکفته بس رنگ برنگ، ارزنده شعر و داستان سرور ماست. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. چون روز و شب وطن منور باشد، بر چشم بسر پرتو خاور باشد، خاکش به کف محبتش زر باشد، 30 سال وطن به 100 برابر باشد. سلامت باشید. موفقیت شما. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محبوب جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، صمیمانه ترین درود و پیام خویش و کل مردم سربلند فرخار باستانی را عرض می‌دارم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، قدمی پر از نور و ضیا و فیض و پربرکتتان را به دیار زرخیز و زیبا منظر فرخار باستانی خیر مقدم گفته، از نام کل مردم ناحیه خاصتا جوانان به شما سلامتی و مظفریت های پی در پی را آرزومندم. سلامت باشید. من مرادزاده جمشید، دانشجوی سال اول اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشم. سرفراز از آن هستم که به طور رایگان به اکادمی مذکور داخل گردیده از شرط و شرایط عالی درجهش برخوردار گردیدم. در این راستا قید نمودن ضرور است که سال 2021 در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان همچون سال پر از آبادکاری و نوگانی ها، مژده های فرحبخش سیاسی و فرهنگی، رشدی بیمیلان، سازندگی و بنیادکاری و بسا خاطرمان ثبت گردیده است. زیرا در این سال جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بلند سیاسی و فرهنگی تجلیل کرده شد. این تنتنه و شهامت استقلال ما جهانیان را متحیر گردانید. محترم پیشوای معظم ملت، برای ما جوانان همچون سازندگانی با اعتماد وطن مایه افتخار و سربلندی است که در پرتو سیاست دوراندیشانه شما و امکانیت‌های در راه آبادسازی تاجیکستان صاحب استقلال فراهم آمده سال از سال در طرح و شکل نو سهم می‌گذاریم. واقعاً ما جوانان از آن خوشبختیم که در وطنمان صلح و وحدت حکم فرماست و در صلح و ثبات و آرامی که از تلاش‌های شبانه روزی شما محترم پیشوای ملت سرچشمه می‌گیرند، تمام ذهن و اندیشه خود را بهر گلگل شکوفایی وطن بهش آسایمان سفربر می‌نماییم. امروزها جوانان وطن دوست و میهن پرست ناحیه فرخار پیوسته کوشش میکنند که در پیروی از سیاست سازنده شما محترم جناب عالی در رشد و نموی دولت و ملت سهم ارزنده خود را گذاشته باشند. زیرا سیاست خردمندانه شما نسبت جوانان به کامیابی و دستاوردهای بی‌نظیر جوانان آورده رسانید. برگزاری آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت. با سرپرستی بواسطه شما ثابتگر گفته‌های بالا هستند. هزارها جوانان بعد از اعلان این آزمون‌ها به سوی کتابخانه‌ها شتافتند و مخزن علم و عرفان در هر خاندان نظیر چراغ معرفت درخشید. ما جوانان برومند زمان صاحب استقلالی پیوسته در بر شما محترم پیشوای معظم ملت بودیم، هستیم و خواهیم. پس سخن ز قلب تمام جوانان وطن دوست تاجیک را بهرتان میگویم: زهی 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 ای راد مرد وطن. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر.
تشکر زیاد. ای پیشوا، راهنما و افتخار و هدایتگر جوانان برای راستین و وطنداری، دانند که در خوبترین جا ماییم، در مملکتی بهشت آسا ماییم. هر کوه وطن سری بلندی ما هست، خوشبخت ترین مردم دنیا ماییم، خوشبخت ترین مردم دنیا ماییم. تشکر زیاد با توجهتون. السلام علیکم بابا جان مهربان و عزیز دل و جانم. من گلنگار نبیره خواند شما. از آن روزه که عقل و فراستم پیدا شد، محبت شما در دلم جای گرفته است. بهترین گنجی بابایم، از جانم زیادتر دوستتان می‌دارم. در خواب و بیداریم یادتان میکنم. به شک شما را جناب عالی در همه ای ساحه آموزگار اصیل گفتن رواست. مقام و مرتبه آموزگار اصیل هدایت کننده بشریت بر راه راست از فرشته بالاتر است و خداوند او را دوست می‌دارد و نمی‌گذارد که در دو عالم خوار گردد. بابام آمد به فرخار، گفتا کجاست گلنگار؟ من همین جا بابا جان، شعرت خوانم با وقار. من که حالا خرد هستم، رسم شما در دستم. از دیدن رسمتان خوشنودم و سرمستم. شنو ای بابا جانم، اکنون من مکتب خانم. از خنک خوردنهایم دیگر نه من نالانم. از خدا داشتم طلب شما را از نبینم. دیلکم گردد آرام، گل مقصود بچینم. شوم این دفعه سوار، بابا بایم در چرخ بال. برد با خود بابا جان، من را به سیر جهان. بابام شاه مایان است، پیشوای تاجیکان است. خدا شود نگهبان، باشد تاج سرمان. خوش آمدید به فرخار، بابا جانی گلنگار. همون خوردیش در ما نمیگه بسیار هوشیار بود. چیکار خیلی خوردن موقعی با دوای بسیار خیلی نمناک چه خنک بود. با خیلی کرتاچه‌های فتحی چه پوشیدن کودک خواهی نخواهی خنک میخورد. پیشتاز بود نمیده. نگار میبریم که گلنگار دوشنبه شما باباش باشین نصیحت کنیتون. من سفارش دادم ما مکتب پرزیدنتی داریم در دوشنبه، خوابگاه داره دمش. بعد لیسه بنا همین زبان روسی انگلیسی اگر ناز کند اگر هیچ بهش بعد گذرانده میشه. برای خانه شرایطو اگر مادرش پدرش راضی باشه شما برده وای میکنین میسپارین اونجا شرایطو درجه بلند است. خواند 100% آنهایی که ختم میکنن با دانشگاه‌های عالی کشورهای خارجی داخل شده ایستادن. شرایطهای درجه عالی تربیت کردن وظیفه ما. تا توانیم کمک بکنیم تربیت میکنیم. برای من گاه نگاه کردن مثلا رسم به یاد میارد یک لحظه ای که از سفرهای من به ناحیه فرخار اینجا بیا پیش من بیا توفلا را پوشاندن که دختر ما کلان قدرش کلان شد دارد. اگر اینجا ماند سر لیبال شه هر سال
4 مرتبه هر یک کارتل خبر میگیرین اسباب انجام خانیش تاکید میکنین خواند تربیه میکنم خون دانشمند شد سلامت شد خب سلامت شد سلامت یک جهت شد برای هم دوست یارو صورت دیگه بگی من رسم بیارم درم پیش کابینت هم نمیارم تو میگم خدا نگهبانت باشه